درود دوستان، اومدیم با یه ویدیو دیگه. تو این ویدیو میخوام 3 تا آهنگ، یه آهنگ از استاد احمد عاشورپور، یه آهنگ از فهیمه اکبر و یه آهنگم از روزبه رخشا که این آهنگا از روی آهنگای خارجی نوشته شدن و در موردش با هم صحبت کنیم. قبل از هر چیز سلمان هستم، کاوش. خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و کانال رو سابسکرایب کنید. سلمان است، یکی از دوستان تو ویدیوی قبلی کامنت گذاشته بود سلیمان جان دمت گرم. تا امین سلیمان هم البته اسم قشنگیه ولی من سلمان هستم. میریم سراغ آهنگ اول. این آهنگی که الان میذارم ببینید قبلش میتونید متوجه بشید شبیه کدوم آهنگ گیلکیه. El pañuelo blanco de tu mano se quedó contigo junto al mar y tu beso breve y lejano me quemó con su fuego inmortal y al partir mi barco hacia otras playas. اولی آهنگ راحتی بود و مطمئنم حالا خیلیاتون متوجه شدید. این آهنگ آرژانتینی به اسم می بارکو پرگرینو و آهنگ شب بو بیابان بود توسط جهانگیر سرتیپور. روی این آهنگ نوشته شده و بانو فهیمه اکبر هم اجرا کرده. آهنگو میذارم با هم دیگه گوش کنیم. البته این آهنگ شب بود بیابان بود ورژن فارسی هم داره که شعر فارسی سروده ناصر رستگارنژاد شاعر گیلانیه که اولین بار توسط پوران بعد فریدون فرخزاد اجرا شد. بعد یه نکته دیگه هم که این آهنگ داره، ورژن گیلکیش خدمت بیشتری از ورژن فارسیش داره. آهنگ بعدی آهنگ لاکوکراچا که به اسپانیاییش هم تقریبا همین میشه، لاکوکراچا به معنی سوست. یه آهنگ فولکلور اسپانیاییه. این ترانه در کشور مکزیک علاقه‌مندای زیادی داره و توی انقلاب مکزیک شهرت بسیاری پیدا کرد. کلا این آهنگ داستان یک سوسک رو داره توضیح میده که نمیتونه به خوبی راه بره و از 6 تا پاش یه پای خودش رو از دست داد. باید یاد بگیره که با اون 5 تا پای باقی مونده حرکت کنه. این آهنگ معمولا به صورت اجتماعی و سیاسی تفسیر شده و حالت طنز داره. ترانه لاکوکراچا به زبان گیلکی توسط احمد عاشورپور روی این آهنگ نوشته شده. ورژن گیلکیشه که احمد عاشورپور نوشته داستان یک گربه شکمو رو دنبال میکنه که حالا از اول تا آخر اگه آهنگو گوش بدید متوجه داستانش میشید. آهنگا من داخل کانال تلگرام میذارم به همراه متنشون، میتونید از اونجا دانلود کنید و گوش کنید. یه تیکه از آهنگ اینجا میذارم واسهتون. اول ترانه خارجیش میذارم بعد ترانه ایرانیش با هم مقایسه کنید. باز هم هدفون یادمه. حالا ورژن گیلکیش هم گوش کنید که توسط احمد عاشورپور نوشته شده. مگر bucum futur găsti, cere andrje căpiții. La cucaracha, gira magar măcăcea. La cucaracha اسم یک گربه شکموه توی این آهنگ. آخر دوز پیچا. La cucaracha, وزه ماهی دوملچا. میریم سراغ آهنگ سوم که این آهنگ هم از نوشته های جهانگیر سرتیپوره. باز هم اول آهنگ خارجیش میذارم که ببینید میتونید متوجه بشید که کدوم یکی از آهنگای گیلکی هست یا نه. ترانه کیساس که به فارسی میشه شاید
در سال 1947 توسط آهنگساز و ترانه‌سرای کوبایی به اسم اسوالدو فارس نوشته شد. برای اولین بار توسط بابی کاپو خواننده آمریکایی اجرا شد. این آهنگ به زبان‌های زیادی و توسط خواننده‌های زیادی هم بازخوانی شده. ترانه کیسه کیسه که همون معنی کی هست یا چه کسی هست توسط جهانگیر سرتیپور روی این آهنگ نوشته شد و بعدها روزبه رخشا این آهنگ رو اجرا کرد. این آهنگ فیلم در دنیای تو ساعت چند هست هم هست. چی میگم مثلا من؟ آهنگ کیسه رو میذارم با هم دیگه گوش کنیم با صدای روزبه رخشا. رنگ امید و بیم خانه دیفندولیم کیسه 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 که دیهتی جانه مستی بغرانه دستی خمرانه کیسه کیسه کیسه. خب دوستان خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو تماشا کردید. خیلی خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و حمایت کنید تا انگیزه‌ای داشته باشم که ویدیوهای بیشتری بسازم و در مورد مطالب بیشتری ویدیو درست کنم. دم همگی گرم. کیسه کیسه کیسه